مریم ایسویeva هنرپیشه خلقی تاجیکستان که با نشانه‌های کرونا در بیمارستان بیماری‌های سرایتی بستری است، در یک تماس تلفنی به خبرنگاری پرستیجی گفت که در بیمارستان به پرستار نیاز دارد. من خیلی اذیت میکشم، همشیره‌ها سوزاندارو گذرانیده زود برآمده میروند، به من کسی نگاه نمیکند. التجا میکنم که به من پرستاری الهیده دهند که من میمورم، در اینجا از بی‌توجهی مرا میکشند، گفت مریم ایسویeva. مریم ایسویeva 84 ساله میگوید که من از بیماری کرونا ویروس نه از بی‌توجهی اذیت میکشم. گاه فریاد میزنم که کسی نزدم آید، گاه دیگر با قاشق به استال میکوبم که دادی مرا شنوند. هنرمند میگوید التجا میکنم خواهش مرا به مقامات رسانید، به من پرستاری الهیده بدهند، مبلغش را خودم میدهم، فقط اجازه دهند که مرا کسی نگاه و بین کند و من در بیمارستان در تنهایی نمیرم. در ادامه صحبت مریم ایسویeva تلفن را به یکی از همشیره‌ها داد. همشیره وضع سلامتی هنرپیشه را معتدل ارزیابی کرده گفت هرچی از دستمان آید کرده ایستاده. مریم ایسویeva هنرپیشه خلقی تاجیکستان 84 سال داشته، بیش از یک هفته است که در بیمارستان بیماری‌های سرایتی با نشانه‌های کرونا ویروس بستری است.